به نام خدا. سلام مجدد خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم کارتون خوب باشه. با یک جلسه دیگه از آموزش سئو در خدمت شما هستم. در این جلسه میخوام در مورد ارزش‌گذاری کلمات کلیدی صحبت کنم. تو جلسات قبل ما کلمات کلیدی خودمون رو ایجاد کردیم، اونا رو تهیه کردیم. الان میخوایم اون کلمات کلیدی که نسبت به بقیه بهترن داخل سایتمون استفاده کنیم. حالا برای این کار باید یه سری مؤلفه ها رو ایجاد کنیم برای کلمات کلیدی که ببینیم کدوم کلمات بهترن و از اونا استفاده کنیم. من وارد فایل اکسل خودم میشم. در این قسمت چون میخوام 4 تا مؤلفه به کلمات کلیدی اضافه کنم، به یه ردیف نیاز دارم. من یه دونه ردیف اضافه کنم. خب اینجا اسمش رو میذارم کلمات کلیدی. ما به 4 تا مؤلفه احتیاج داریم. اولین مؤلفه چیه؟ ترند، یا اون مسیر پیشرفت یک کلمه کلیدی که ببینیم نزولی بوده یا صعودی. دومیش چیه؟ دومیش کادیه یا همون کی دیفیکالتی، سختی کلمه کلیدیه. سومیش چیه؟ سومیش CPCه یا همون میزان هزینه‌ای که برای تبلیغ این کلمه کلیدی در طول 1 ماه پرداخت شده. بعدیش چیه؟ سرچ ولومه که تعداد جستجوهای کاربران در گوگل بهش میگن سرچ ولوم. مثلا یک کلمه کلیدی رو کاربران چند بار توی 1 ماه در گوگل سرچ کردن. من اینجا سرچ ولومم بنویسم. خب حالا چجوری این مؤلفه ها رو به دست بیاریم؟ سایت های مختلفی هست برای این کار. من سایت کیورد تولز رو بهتون معرفی میکنم. این سایت روزانه میتونید 10 تا کلمه کلیدی رو مؤلفه هاش رو استخراج کنید. حالا سایت های مختلفی هست که میتونید ازش استفاده کنید. حالا سمیلار وب هست، ترند گوگل هست و میتونید به روش های مختلفی اطلاعات رو ازش استخراج کنید. حالا من از این سایت استفاده میکنم تا دستتون بیاد که چجوری میتونید این مؤلفه ها رو استخراج کنید. حالا داخل اینترنت سرچ کنید نحوه آنالیز یا ارزش گذاری کلمات کلیدی، سایت های مختلفی رو بهتون معرفی میکنه. من اینجا اولین کلمه‌ای که میخوام ارزش گذاری کنم کلمه آموزش طراحی سایت. من اینو کپی کنم، اینجا بنویسم، سرچ بزنم ببینم در چه وضعی این کلمه کلیدی. خب این کلمه کلیدی سرچ ولومش خیلی عالیه، 2400 بوده. من این رو یادداشت کنم در این قسمت سرچ ولومش رو. بعدیش ترند مثبت 53 بوده. این کلمه کلیدی خیلی عالیه. اینم پیست کنم. بعدی CPC یا همون هزینه‌ای که برای تبلیغ یک کلمه کلیدی هزینه شده. اینم پیستش کنم. بعدی کامپتیشن یا همون سختی کلمه کلیدی 18. ببینید اینجا نوشته 18 یعنی خیلی عالیه. اینجا خودش هم نوشته لو، سختی کلمه کلیدی پایینه و میتونیم ازش استفاده کنیم. گزینه‌های مختلفی داره، مثلا لو داره، مدیوم داره، های هم داره. اگه کلمه کلیدی سختیش های بود به هیچ عنوان برای کسب و کارهایی که تازه راه اندازی کردید ازش استفاده نکنید. بین 70 تا 100 تو کسب و کارهای تازه تأسیس شده نباید ازش استفاده کنید. این کلمات کلیدی باید تو سایت های بزرگ استفاده بشه که چندین ساله دارن فعالیت میکنن. اما لو و مدیوم خوبه که بخواید ازش استفاده کنید. اینم یادداشت کنیم.
حالا بریم برای مثلا یک کلمه. این کلمه کلیدی متوسط بود، یک کلمه کلیدی طولانی هم در نظر بگیریم. ببین معمولا برای کلمات کلیدی طولانی سرچ ولوم پایینی دارن. من این رو سرچ بزنم الان متوجه میشید که چقدر سرچ ولوم پایینی دارن. اینجا هم میتونید بذارید روی فارسی یا انگلیش. اگه کسب و کارتون فقط مخصوص ایرانه یا مختص به ایرانه از فارسی استفاده کنید. اگه کسب و کارتون مختص به کل جهان بین المللی از انگلیش استفاده کنید. من سرچ رو بزنم برای آموزش طراحی سایت با وردپرس. کلمه کلیدی طولانیه. ببینید الان سرچ ولومش باید خیلی کم باشه. ببینید 390. معمولا سرچ ولوم کمی دارن اما مشتری رو سریع به خریدار تبدیل میکنن اگه بیان داخل سایت از طریق این کلمه کلیدی. CPC چیه در این کلمه؟ 27 سنت. کادی چیه؟ همون کی دیفیکالت 14 لوه. این هم خیلی عالیه. ترندش رو ببینیم چند اندازه است. ترندش 0 خوب نیست زیاد. این معمولا کلمات کلیدی طولانی ترند و سرچ ولوم کمی دارن ولی کلمات کلیدی متوسط خیلی عالیه. خیلی خب اینم از این. حالا بریم یک کلمه کلیدی متوسط رو هم سرچ بزنیم. مثلا آموزش وردپرس. الان اینو ببینید چقدر سرچ ولوم بالایی داره. ببینید 2400 تاست. کلمات کلیدی متوسط سرچ ولوم بالایی دارن. بعدی ببین ترندش مثبت 24. اصلا گنجینه ای از کلمات، این کلمات کلیدی متوسط. ترندش بود. بله. CPC میزان هزینه‌ای که برای تبلیغ این کلمه کلیدی شده 15 سنت. بعدیش هم کی دیفیکالت که خیلی عالیه. این خیلی عالیه. 4. یعنی به راحتی میتونید رتبه‌های خوبی در گوگل بگیرید از طریق این کلمه کلیدی. من اینا رو اشتباه اینجا قرار دادم، حالا میارمشون پایین. خب اینا کافیه. شما میتونید به تعداد کلمات کلیدی که دارید در این قسمت وارد کنید و اطلاعاتش رو استخراج کنید. این سایت روزانه میتونید 10 تا کلمه کلیدی ازش استخراج کنید. خب حالا اینا رو ما استخراج کردیم. چجوری الان با اهمیت ترین کلمات کلیدی رو انتخاب کنیم؟ خب بین این 4 تا گزینه بیشترین گزینه‌ها، بیشترین مؤلفه‌هایی که اهمیت بالاتری دارن، اولش سرچ ولومه، بعد ترنده، بعد کی دیفیکالتی، سختی کلمه کلیدی. اون کلمات کلیدی که های هستن اصلا داخل این لیست قرار ندید، حذفشون کنید. به محض اینکه دیدید دیفیکالتی بالایی دارن، سختی بالایی دارن، بیایید از این لیست حذفشون کنید اگه کسب و کارتون تازه تأسیس شده. ولی اگه کسب و کار بزرگی دارید خب بذارید باشه، خوبه، میتونید ازش ترافیک دریافت کنید. الان سرچ ولوم، ترند و دیفیکالتی از همه مهمتره. CPC بذارید آخر سر. خب چجوری؟ مثلا ممکنه ما 1000 تا کلمه کلیدی داشته باشیم، 100 تا کلمه کلیدی داشته باشیم. خب از بین اینا بخوایم بهترین رو انتخاب کنیم یکم سخته. ما میایم از فیلتر استفاده میکنیم. مثلا برای سرچ ولوم فیلتر میذاریم، میگیم که اینا رو بر اساس بزرگ به کوچیک برای ما فیلتر کن. کافیه بیایم در تب هوم،
در بخش ادیتینگ گزینه سورت اند فیلتر رو بزنین، گزینه سورت largest to smallest رو انتخاب کنیم، سورت رو بزنیم. ببینید الان برای ما بر اساس بزرگ به کوچیک مرتب کرده، بر اساس سرچ ولوم. الان این کلمه کلیدی آموزش طراحی سایت ترندش 53، سرچ ولومش 2400، سختیش 18. خب بیایم مثلا بر اساس سختی انتخاب کنیم، باید از کوچیک به بزرگ انتخاب کنیم. اینجا باید از کوچیک به بزرگ باشه. و برای ترند و سرچ ولوم و CPC باید از بزرگ به کوچیک باشه. ببین اینجا گفته از کوچیک به بزرگ، اینجا گفته از بزرگ به کوچیک. برای دیفیکالتی باید از کوچیک به بزرگ باشه، چون هرچی دیفیکالتیش به کمتر باشه بهتره. خب این الان آموزش طراحی سایت ترندش 53، سرچ ولومش 2400، CPCش هم 28 سنت. خب این کلمه کلیدی نسبت به کلمات کلیدی بهتره. اول باید این رو انتخاب کنیم. خب بین این سه تا دارم من میگم اینو باید انتخاب کنیم ها. باید شما تمام کلمات کلیدی که دارید این مؤلفه ها رو براش استخراج کنید، بعد بیایید مرتب سازی بر اساس بزرگ به کوچیک. هم میتونید بر اساس سرچ ولوم انتخاب کنید، هم میتونید بر اساس ترند انتخاب کنید. حالا هر کدوم که بیشتر به چشم میخوره رو انتخاب کنید و اون کلمات کلیدی که مؤلفه‌های ترند و سرچ ولوم بزرگتری نسبت به کلمات کلیدی دیگه داره اونا رو انتخاب کنید. این هم از ارزش‌گذاری کلمات کلیدی. تو جلسه آینده انشالله در مورد بررسی سایت رقبا از لحاظ قدرت میخوایم صحبت کنیم که قدرت این سایت چقدره، مثلا از چه سایت هایی بکلینک گرفته. میایم دونه بدونه سایت هایی که به این سایت رقیبمون بکلینک دادن رو شناسایی میکنیم، قدرت دامنه، قدرت صفحاتش رو آنالیز میکنیم که ببینیم در چه سطحیه و ما هم ازش الگو بگیریم. امیدوارم که این جلسه هم مفید واقع شده باشه. تا جلسه آینده، خدا یار و نگهدارتون.